پویا 30 سالشه و از وقتی که وارد دنیای کار شده همیشه در حال دویدنه. او در یک شرکت بزرگ تبلیغاتی به عنوان طراح گرافیک مشغول به کار، روزها، ساعتها پشت کامپیوتر میشینه. ایده های خلاقانه میسازه و پروژه های مختلف را تحویل میده. کار سخت، پرتنش و گاهی طاقت فرساست، اما پویا همیشه به خودش میگفت باید بیشتر تلاش کنم. موفقیت نزدیکتر از چیزی که فکر میکنم هست. اما این روزها پویا به این فکر میکرد که چرا هیچ وقت احساس آرامش نداره. از کار میزد بیرون و به خانه میرفت. دیگر از هیچ چیز لذت نمیبرد و همه چیز تکراری شده بود. یک روز عصر وقتی در حال بازگشت از محل کار بود، به طور تصادفی با دوست قدیمیش امیر روبرو شد. امیر آن دسته آدم‌هایی بود که همیشه زندگی را با شور و نشاط زندگی می‌کرد. او چند سال پیش از دنیای کارهای روتین و روزمره بیرون اومد و به سفرهای طولانی رفت. همیشه وقتی می‌دیدش پر از انرژی و خوشحال بود. پویا، مدت هاست ندیدمت. پویا جواب داد آره همینطور. کار. دیگه از همه چیز خسته شدم. امیر لبخند زد و گفت تو باید برای خودت وقت بذاری. باید زندگی رو به طور کامل تجربه کنی. من یه راهی پیدا کردم که هم کار کنم هم لذت ببرم. پویا گفت چطور؟ امیر ادامه داد من به جای اینکه فقط کار کنم همیشه زمانهایی رو برای تفریح و استراحت کنار میذارم. به همین خاطر همیشه با انرژی باقی میمونم. ورزش میکنم، سفر میرم، با دوستام وقت میگذرونم. پویا با تعجب گفت یعنی میگه هم باید کار کنیم هم لذت ببریم؟ امیر جواب داد دقیقاً. زندگی یک تعادل میخواد. اگر فقط کار کنی خسته میشی و همه چیز برات بی‌معنی میشه. باید بین این دو تعادل برقرار کنی. چند روز بعد پویا شروع کرد به تغییر زندگیش. از آن به بعد زمانی که در محل کار بود تمام تمرکز خود را روی پروژه ها میگذاشت. اما وقتی به خانه میرفت زمانهایی را برای تفریح اختصاص میداد. از ورزش کردن و رفتن به پیاده روی گرفته تا دیدار با دوستان و حتی رفتن به طبیعت. کم کم حس جدیدی از زندگی به او دست داد. حالا وقتی در محل کار بود بیشتر انرژی داشت و وقتی که استراحت می‌کرد تونسته بود از لذت‌های ساده زندگی بهره برداری کند. یک روز پویا در حال برگشتن از یک سفر کوتاه به شمال بود و در ماشین به منظره‌های زیبای جاده نگاه می‌کرد. به خود گفت حالا فهمیدم. موفقیت نه فقط در کار بلکه در لذت بردن از زندگی و تعادلی که در این مسیر پیدا می‌کنیم نهفته است. وقتی کار و تفریح در کنار هم قرار می‌گیرند، زندگی واقعی شروع می‌شود.